برادرها با دعا و نماز باشین و از خدا غافل نشین. خداوند تبارک و تعالی آفت خودش گفتگی که یکی در شب میارم، یکی در شب یعنی بعد همین نماز خفتن و نماز شام، یکی در عبید میارم، یکی در غفلت. این ما شاهدی شدیم که دین خدا پروردگار کلوبیا را صبر بده. مردمی کلوبا یک مصیبت و صدمه اومد ناگهان میاد. این گفتم که چند بارا گفتم که بلا در سر آدم آویزونه ناگهان میگیره. از خدا غافل شدی میآید. همه وقت خداوند در قرآن میگه فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. در نماز مرا یاد که با از نمازم بیرون شدی با یاد ما باش که یک دفعه میارم بلا را نمیفهمی. بچه در شیشتگی داماد 20 ساله بچه توی شد اگه جا میدونه که دولنگ میزنه شهید میشود. او آدم در کار تاکسی زده سه، او آدم دیگه شیشتگی توی اومده ای چون میفهمه که از من توی برم دولنگ میزنه دسته خونه را چی میکنم. با همین خاطر ما و تو هم نمیدونیم که از اینجا ببریم چی صدمه در سر ما میاد. با یاد خدا باشین. با یاد خدا یعنی نماز و ذکر و اذکار در محکم باشین. اخلاق تو رفتار تو خوب کنین، تکبری نکنین. خدایی نکرده که تکبری همیه که عرق خورده باشی، بند کشیده باشی، به نماز باشی، هم خیلی مصیبت بیا بون بری برای به ایمان میرای. فهمیده سی مسئله را؟ با یاد خدا باشین. خداوندی کریم پروردگار دعا کنیم پروردگار مردمی کلو و صبری عاجل کامل نصیب بگردونه. این بچه که شک تویش بده انشالله در حورای بیش در جنت انشالله خداوند با حورای بیش ازدواج میکنه. خداوند مادرش پدرش صبر شه. کسانی که عزیزانش از دست دادن خدا صبر عاجل کامل نصیبشون بگردونه. خدا این مصیبت و بلا را آوردی پروردگار ما را مورد امتحان قرار مدی. مردمی ما را پروردگار از بلا و مصیبت نگه دار. خدای تعالی پروردگار اشک مادرها را نرزون، داغ فرزند نشان ده. خدای تعالی تنجی امانی را در سراسر دنیا خصوصا در تاجیکستان عزیز ما از بلاهای ناگهانی مصیبت و بلا و فتنه های آخر زمان خدا تاجیکستان عزیز ما را نگهدار و مددگار باشه.